الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، شرطهای روزه نزد فقهای مذهب حنفی سه قسم است. قسم اول شرطهای وجوب ادا است و آن دارای سه شرط است. یعنی به شرط بر انسان روزه فرض می شود که در او این سه شرط وجود داشته باشد. یکم اسلام، یعنی مسلمان باشد، پس بر غیر مسلمان روزه فرض نمی شود. دوم عقل، یعنی عاقل باشد، پس بر انسانی که از عقل بیگانه است، یعنی بر انسان دیوانه روزه فرض نمی شود. سوم بلوغ، یعنی به بلاغت رسیده باشد، پس بر کودک نابالغ روزه فرض نمی شود. قسمت دوم شرطهای وجوب ادا است و آن دارای دو شرط است. یعنی به شرط انجام و ادای روزه لازم می شود که این دو شرط وجود داشته باشد. یک صحتی و سلامتی، دیگر اقامت، یعنی مقیم و در وطن بودن. پس بر انسانی که بیمار و یا در سفر است روزه گرفتن لازم نمی شود. برای آنها اجازت است که روزه نگیرند، ولی بعد از صحت شدن و به وطن برگشتن چند روزی که روزه نگرفتند قضای آن روزها را باید بیاورند. ناگفته نماند که با اندک بیماری نباید روزه را ترک کند، بلکه طبق مشورت طبیب ماهر و متخصص فن اگر روزه ضرر می کرده باشد یا بیماریش را زیاد می کرده باشد، در این صورت برای او فعلا انجام و ادای روزه لازم نمی شود. ولی البته بعد از صحت شدن چند روزی که از رمضان فوت شده است قضای آن روزها را باید بیاورد. قسمت سوم شرطهای وجوب صحت ادا است و آن هم دارای دو شرط است. یعنی چی؟ یعنی برای صحیح و درست شدن روزه دو شرط است. یکی پاکی از حیض و نفاس، دیگر نیت روزه. زن اگر در حالت حیض یعنی عادت ماهیانه و یا در حالت نفاس یعنی حالت بعد از تولد تا 40 روز یا طبق عادت اگر در چنین حالت باشد روزه گرفتن او صحیح نمی شود. همچنین اگر کسی که به نیت روزه بدارد روزه اش صحیح نمی شود. برادران و خواهران عزیز، در این موضوع اگر نافهمی هایی باشد البته از عالمان دین و شخصانی که از این مسائل آگاهی دارند بپرسید و مسائل روزه را بیشتر و بیشتر بفهمید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.